محمد علی میرزویف داور درجه جمهوریوی حکم است در مرحله نهایی. ایدیبک سفرов پهلوانی ناحیه ونج خلات کبود دارد. ایدیبک رو گفتیم که تحت رهبری شیرعلی بازارو تمرین میکند. با این مرحله البته کاری سهل و عادی نیست آمدن هر دو پهلوان، ولی خصوص ایدیبک که در این دوره های خیلی حساس در مقابل پهلوانان شهرتیار کشور. این جوان البته خیلی هم زحمت کشید، مبارزش هم طبعی دل بود و در نهایت هم به این دوری آخرین برای مقام اول حق مبارزه بردن رو پیدا کرد. عمرجان اوچیلدیف را این ایدیبک در دوری اول مغلوب کرد. سپس اولیم نظریف هم در رقابت دوم ایدیبک توپ آورد، ناکام شد. ولی محمد باقی حریف دوری سیوم ایدیبک بود. در دوری چهارم خیراندیش مرادزاده را ایدیبک مغلوب کرد و اکنون پنجمین سبقت پهلوان در وزن تا 65 کیلو در این مسابقه جمهوریوی اوید به گشتین ملی گشتینگیری. هر دو هم چسبیش و جسوری میدان را خیلی بهتر نشان میدهند. باقیوف در دیدار اول اولی جان سفرعلیوف را مغلوب کرد. در دوری دوم مقابل نوروز حلیموف هم خوب مبارزه برد، دست بالا شد. فرخ حلیموف هم در مبارزه یعقوب جان در دوری سیوم شکست خورد و بهرام صوفیوف در واخور نیمه نهایی حریف یعقوب جان باقیوف بود که یعقوب جان او رو هم مغلوب کرد و به فینال برآمد. هر دو 5 دور 4 مبارزه بردن و دوری پنجم رو با هم حالا تلاشش رو ادامه داده ایستادند برای زینه اول. چون گفتیم که امروز هم غالبان هر یک دور به انعام نوروزی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهری دوشنبه قدرشناسی می شوند و بعدا هم باز مکافات عالی شاه جایزه پهلوانی غالب وزن مطلق را در پیش است. بسیار هم گشتین ملی گشتینگیری واقعا هم سال تا سال شهامت و شکوه خاصه به خود کسب میکند که این هم از همان کاری ثمره بخش و نظام درستی فدراسیون گشتین ملی گشتینگیری منشأ میگیرد. واقعا برای کل مخلصان هم امروز یک نظام درستی همین کاری داوران قبول پسند بود. حرکت ها، اشاره ها، سری وقت معرفی کردن، نشان دادن همان 19 رکنی که با هم ورزشگر باید که اینها رو خیلی خوب برخوردار باشد و آگاهی نکند، یعنی عملهایی که با مجازات آنها پیشنهاد نشوند. همین پهلوها رو بسیار هم مد نظر گذاشتم و خوب رعایت کردم. واقعا هم شایسته تحسین است. ما امیدواریم که گشتین ملی گشتینگیری ما در آینده نزدیک هم نفوذ بین المللی میگیرد. برای این ما نظام را، ما ترتیب درست را، کاری داوران را، ملکه آنها را، همان مناسبت پهلوانان را، فرهنگ شایسته گشتینگیری را در جمهوری تاجیکستان خوب مقصدناک براهمانیم. آنگاه البته نفوذ بین المللی گرفتنش از استثناء دور نیست. این البته صحیفه تاریخ ورزش میهن در سالهای نزدیک البته باز می شود. حالا هم بسیار ترتیب نظام درست، بسیار هم ایدی متنتنی نوروزی باشکو در نوروزگاه پایتخت تنین انداز است. این رو هم ما از شماره زیادی مخلصان، از اقلیم مساعد، از این فضایی که واقعا همیدان است می توانیم دوباره ثابت سازیم. هر دو پهلوان هم
قوازمایی جالبه که مرکزی توجه بیننده را باز هم دوباره جلب کند نیست. آگاهی به ایدیبک داده شد، اما یعقوب جان که از جهت کسبیت اندک سالش هم بالاتر است، باید که خود انا همین درکی بلندی کسبیت و مهارتش رو در میدان نشان دهد. و از جهت دیگر همین گشتین ملی گشتینگیری امروز چهره هایی که کشف کرد، دیروز ما در این باره گفتیم 4 نفر بودند، امروز یکی از آن چهره سرشناس که به فینال برآمده است انا همین ایدیبک سفر. آی 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 بعدی امر داور من فکر میکنم که نه، اینجا چنین پرتافتم هرگیز با یعقوب جان میسر نمیگردد، چون که ایدیبک در این جریان خود را آزاد گذاشت، یعنی گشتین نگرفت. آی بدن او طور گفتیم بسیار هم حرکت های محمد علی میرزایوف داوری درجه جمهوریوی از ناحیه فیض آباد، داوری مرکز، بسیار هم تعبیدی است. داور باید چنین باشد، واقعا همون هوشیاری و زیرکی باید که در از نگاه از قیافه داور بر علا مشاهده گردد. و انا همین حکمی کار امروزه داوران واقعا هم از همان انجام سمینار مشورت 2 روزه فدراسیون گشتین ملی گشتینگیری منشأ گرفت. اصلا میگویم با کار امروزه داوران، با نظام درست، با مخلصان سرشمار که امروز ما را همراهی دارند و تنتنه اید را با هم دایر کرده ایستاده ایم. باقیف یک قدم نزدیک شد به پیروزی و ایدیبک برعکس برای این باید که 2 تلاشش را با همان امتیاز اولین سامان دهد با بدن، یعنی با بدن، اما چنین نیست. دقیقه آخرین جوان برومند خلعت سفید داشته تنبیه میگیرد و احسنش میگوییم نوابسته از آنه که رقابت را باخته ایستاده است. واقعا همچنین چهره های جوانی که در مقاومت استادان صاحب تجربه برابر قوه میسنجند شایسته تحسین و آفرین هاست. تشکر به مربی به شیرعلی بازاروف که امروز خیلی هم چنین چهره ها را خوب تربیت کردند. با ایدیبک سفروف که خیلی هم در مقاومت عضو منتخب جدای میهن یعقوب جان باقیوف ایستادگی کرد و یعقوب جان برنده مقام اول در تنتنه نوروز بین المللی امساله گردید. احسن و تشکر به هر دو پهلوانی که در وزن تا 65 کیلو رقابت جالب را منظور ما کردند.